في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. با یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان است. الله متعال مخلوقات رو آفرید تا او رو عبادت کنند. هدف از آفرینش آسمان ها و زمین عبادت الله تعالی است. و الله متعال فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم انسان ها و جن ها رو مگر اینکه من رو عبادت بکنن. انسان ها در مسیر عبادت الله متعال احیانا به بیراه رفتن. یک عده‌ای عبادت الله متعال رو اصلا فراموش کردن و ترک کردن. عده دیگری در عبادت با الله متعال شریک قائل شدن و شرک آوردن و توجیه کردن شرک خودشون رو و دلایل آوردن به خیال خودشون. یکی از این دلایلی که آوردن مقایسه کردن الله متعال با اون عظمت شأن با پادشاهان روی زمین بود. خیلی ها اومدن و گفتن برای رفتن و دست یافتن به یک پادشاه و یک ملک و یک رئیس، انسان نمیتونه به راحتی و به سادگی و به تنهایی به این هدف برسه. باید یک واسطه هایی باشه، باید یک پارتی باشه، باید بری شما اول پیش وزیرش، پیش خانوادهش، پیش دفتردارش، دوستش، آشناش، تا اون بره و پیش پادشاه شفاعت تو رو بکنه. و این قیاس باطل رو بر الله متعال هم تطبیق دادن. به همین علت دچار شرک شدن. بین خود به الله متعال واسطه ها تراشیدن. فکر کردن برای دست یافتن به رضایت الله متعال، برای تقرب به الله متعال، برای دست یافتن به حاجت ها پیش الله متعال، چه جلب منفعت و یا دفع مضرت، همه اینها باید به مانند پادشاهان روی زمین شما باید پارتی داشته باشی پیش اون پادشاه و پیش الله تعالی باید پارتی باشه پیش الله تعالی. به همین خاطر مرتکب شرک شدن. برخی از مخلوقات الله متعال رو آوردن و برخی از صفات رو از پیش خودشون که خاص الله متعال بود به اونها بخشیدن. اینو بهش میگیم شرک. الله متعال در قرآن کریم مثالهای زیادی ذکر میکنه تا ما این معنا و مفهوم رو درک کنیم، بفهمیم. این معنای باطن رو، این شرک رو، این انحراف در اعتقاد رو بفهمیم و راحت‌تر درکش کنیم و از اون پرهیز بکنیم. از جمله این مثالها مثالیه که الله متعال در سوره مبارکه نحل در آیه 75 و 76 برای ما میزنه. الله متعال در سوره مبارکه نحل 2 مثال میزنه برای ما. 2 مثال میزنه در آیه 75 و آیه 76. یک مثال در آیه 75 و یک مثال در آیه 76 تا برای ما این برداشت نادرست و غلط رو اصلاح بکن. از آیه 73 2 آیه قبل از این 2 مثال، قبل از این که به این مثال ها بپردازیم، الله متعال یک موضوع رو مطرح میکنه و البته در سوره مبارکه نحل از ابتدای سوره
تا اینجا که 75مین آیه این مثال مطرح میشه، دلایل فراوانی برای اثبات قدرت الله متعال، وحدانیت الله متعال، عظمت الله متعال در آفرینش مطرح میشه و به حد این دلایل زیاده که سوره مبارکه نحل به سوره آیات هم معروف. نشانه هایی که الله متعال در این آیات ذکر میکنه در این سوره و همه دلالت داره بر قدرت الله متعال، عظمت الله متعال و وحدانیتش. در آیه 73 الله متعال میفرماید و یعبدون من دون الله، عبادت میکنن غیر الله تعالی رو. من دون الله یعنی پایین تر از الله تعالی. دون دو تا معنا داره. یکی از معنای دون یعنی غیر الله، معنی دیگر دون یعنی پایین تر از الله و هر دوی این معنا یک مفهوم رو میرسونه. تمام مخلوقات الله تعالی. و یعبدون من دون الله، غیر از الله متعال رو عبادت میکنن. اینها ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، اون مخلوقاتی رو عبادت میکنن که مالک هیچ رزقی در آسمان و زمین نیستن. برای این انسان ها غیر از الله متعال هیچ کسی مالک ذره‌ای از رزق و قدرت در آسمان ها و زمین برای اینها نیست. ولا یستطیعون، و نمیتونن هم، این اختیار رو ندارن، این قدرت رو ندارن. اینها آمدن غیر الله متعال رو در آسمان ها و زمین مالک و صاحب اختیار دونستن و رزق آسمان ها و زمین رو به اینها دادن و بلکه برخی از اینها گستاخی رو به حدی رسوندن که برخی از بندگان الله متعال، از ملائکه، از انبیا، از اولیا، از مخلوقات الله متعال رو در خلقت الله متعال صاحب تصرف دونستن. برخی اصلا به اینها خلقت دادن، فلانی خالق زمینه، فلانی خالق آسمان هاست و برخی از اینها به اونها اختیاراتی دادن که صفات خاص الله متعال بود. من جمله بحث رزق و روزی است. رزق معنای بسیار وسیعی داره. یک بخشش برمیگرده به نعمت‌های مادی. هر نعمتی که الله متعال در اختیار ما گذاشته رزقه. فرزند رزقه، همسر رزقه، ثروت رزقه، آبرو و احترام رزقه، علم رزقه، این عزت و احترام رزقه. همه این نعمت‌های الله متعال رزقن. الله متعال میفرماید اینها هیچ کدوم مالک رزقی در آسمان و زمین نیستن. چرا این کارو کردن؟ اینها برای الله متعال تشبیه کردن، مثال زدن. اینها شبیه الله متعال بندگان رو شبیه کردن در قدرت به الله تعالی. به همین خاطر در آیه 74 فرمود فلا تضربوا لله الامثال، برای الله متعال شما مثال ذکر نکنید، برای الله متعال شبیه و نظیر ذکر نکنید. مثال یعنی شبیه یعنی نظیر. وقتی که شما در اعتقاد صحبت میکنید نیاید و الله متعال رو تشبیه نکنید به پادشاهان روی زمین. نگید چون در روی زمین باید برای دست یافتن به رضایت پادشاه بر پیش وزیرش، پس الله تعالی باید وزیر داشته باشه. نه، فلا تضربوا لله الامثال، برای الله متعال مثال نزنید، شبیه و نظیر نیارید. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. همانا الله تعالی خوب میدونه که مخلوقاتش مالک هیچ ذره‌ای از آسمان و زمین نیستن و اختیاردار هیچ رزقی در آسمان و زمین نیستن، اما شما نمیدونید و انتم لا تعلمون. الان اینجا الله متعال دو تا مثال ذکر میکنه. مثال، شما بنده ها بر الله متعال مثال نزنید، الله متعال رو براش نظیر و مثیل پیدا نکنید، برای الله متعال شبیه قائل نشید و تشبیهش نکنید به مخلوقاتش، چون این تشبیه اصلا درست نیست. تشبیه درست اینه که شما گوش کنید. حالا اون کسانی رو که به غیر الله متعال شما برای الله متعال اومدید و شریک قرار دادید، همتا قرار دادید، اونا رو عبادت میکنید، الله متعال الان مثال میزن. دو تا مثال میزن الله متعال برای ما در 75 76 از سوره مبارکه نحل، تا ما بهتر درک کنیم. بهتر درک کنیم چی رو بهتر درک کنیم؟ تا بهتر درک کنیم حیطه اختیارات غیر الله رو، تا بهتر بفهمیم که تمام مخلوقات الله متعال چقدر توانایی دارن. آیا واقعاً اون کسانی که غیر الله متعال رو به فریاد میخوانن و یا فلان مدد و یا فلان مدد میگن به این نیت
که جلب منفعت یا دفع مضرتی داشته باشه، آیا واقعا اونها این اختیار و توانایی رو دارن؟ الله متعال برای ما در قالب یک مثال در آیه 75 و یک مثال در آیه 76 پاسخ میده این موضوع رو و این بحث مهم. در آیه 75 الله متعال برای ما مثال میزنه. ضرب الله مثلا، الله متعال برای شما مثالی میزنه. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، الله متعال برای شما مثال میزنه بنده ای رو که مملوکن، یک غلامی که زرخرید است. مملوک مالکی داره. یک انسانی که قدیم بود در جنگ ها وقتی اسیر میشد کسی میبردنش در بازار میفروختنش، بهش میگفتن غلام. در فارسی حالا ما بهش میگیم غلام، در عربی بهش میگفتن عبد، برده. الان این انسانی که فروخته میشد در بازار هیچ اختیاری از خودش نداشت. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، قادر بر هیچ کاری نبود. چرا؟ چون یک انسان میومد این کارو میخرید، یک انسان میومد این شخص رو میخرید، این غلام رو میخرید. این وقتی میخرید دیگه این غلام زرخرید هیچ اختیاری از خودش نداشت. نوکرش و خدمتکارش، نگهبانش، کشاورزش، هر کاری که داشت این انجام میداد. نه صاحب پول بود، نه صاحب مال بود، نه احترام آنچنانی داشت، نه قدرت آنچنانی داشت، نه اجازه‌ای برای حتی اختیارات اولیه زندگی خودش داشت. دیگه انسانی که عبد بود، برده بود، غلام بود. برده، ما الان هم برده رو برای کسی استفاده میکنیم که نوکر تمام عیار یک شخص باشه، هیچ اختیاری از خودش نداشت. لا یقدر علی شیء. این را الله تعالی مثال میزنه. الان برای ما مثال میزنه یک بنده برده رو، غلام زرخریدی که هیچ اختیاری نداره. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. این یک بخش مثاله. الان دو نمونه با هم تشبیه میشن. در قالب این دو تشبیه الله تعالی میخواد به ما بفهمونه شما وقتی این دو تا تشبیه رو قابل قبول نمیدونید، این دو تا رو مثل هم نمیبینید، چطور الله تعالی رو با مخلوقاتش قیاس میکنید و مخلوقات الله تعالی رو و من دون الله رو در اوامری که شما اونها رو فرا میخوانید آوردید و همتای الله تعالی قرار دادید و او رو شبیه الله تعالی قرار دادید. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، بنده غلام زرخریدی که قادر بر هیچ کاری نیست. نقطه مقابلش و من رزقناه منا رزقا حسنا، و اون کسی که من الله بعظمت به اون انسان آزاده‌ای که بهش رزق بسیار نیکو و خوبی دادم، صاحب ثروته، صاحب ماله، آزاده، مثل این یکی غلام، برده و نوکر کسی نیست، بدون اختیار نیست، فقیر نیست، مسکین نیست، اسیر نیست، آزاده، ثروت داره، قدرت داره و اختیار دخل و تصرف داره در مالش، در ثروتش، آزادی کامل داره. این انسان و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. این انسان آزاده‌ای که صاحب ثروت و قدرت و توانایی و فرصت داره، ينفق منه، از این رزقی که الله تعالی بهش داده، ينفق منه سرا و جهرا، مخفیانه و علنی بذل و بخشش میکنه و میبخشه. یک غلام زرخریدی که صاحب اختیار نبود، هیچ اختیاری نداشت، و این انسان آزاده‌ای که همه اختیارات خودش رو داره و ثروت داره و انفاق میکنه مخفیانه و علنی. این غلام زرخرید حتی مخفیانه که هیچی، علنی که هیچی، مخفیانه هم نمیتونست چیزی رو بذل و بخشش کنه، چون نداشت، چون صاحب اختیار نبود. لا یقدر علی شیء. الان آیا این دوتا مثال با هم برابرن؟ هل یستوون؟ آیا برابرن؟ یک بنده زرخرید بدون هیچ گونه اختیار و یک انسان آزاده‌ای با کامل اختیارات، با تمام اختیارات که بذل و بخشش میکنه، این دوتا آیا واقعا برابرن؟ آیا این دوتا برابرن؟ هل یستوون؟ پاسخ این سوال رو الله متعال ذکر نمیکنه. هل یستوون فقط سوال مطرح میشه، آیا این دوتا برابرن؟ انقدر این پاسخ این سوال واضحه و آشکاره که اصلا نیازی به ذکر کردن نیست.
هل یستوون؟ آیا برابرن؟ خود به خود الله متعال بعدش چی میفهمد؟ الحمدلله، حمد و ستایش از آن الله تعالی است. هل یستوون؟ الحمدلله. آیا این دوتا برابرن؟ پاسخ چیه؟ پاسخ حتما اینه که نه، هرگز برابر نیستن. وقتی که این دوتا برابر نیستن، یک غلام زرخرید و برده و نوکر که هیچ اختیاری نداره با یک انسان دیگری، اینم انسانه. الان هر دوتا انسانن، در انسان بودن هر دوتا انسانن. این انسان، اینم انسان. این چشم و گوش و دست و پا داره، اینم چشم و گوش و دست و پا داره. اینم دو تا دست و دو تا پا و یک سر داره، اینم دو تا دست و دو تا پا و یک سر داره. تمام ظاهر جسم هر دوتا یکیه. در خلقت هر دوتا یکی هستن. فقط بعضی از مسائل اجتماعی و زندگیشون به نحوی پیش رفته، شرایط زندگی اونها که این شده نوکر زرخرید و غلام و برده بی اختیار بدون ثروت مال، و این یکی شده آزاده، ثروتمند، صاحب اختیار. الان آیا این دوتا برابرن؟ آیا این دوتا انسان با وجود انسان بودن، با وجود شباهت‌های فراوانی که با هم دارن، برابرن؟ هیچ شکی در این نیست که این دوتا برابر نیستن. هل یستوون؟ آیا برابرن؟ نه، هرگز برابر نیستن. پاسخ هر انسانی به این سوال اینه که این دوتا با هم دیگه برابر نیستن. وقتی که این دوتا برابر نیستن، آیا الله متعال که صاحب اختیاره و مالک کل آسمان ها و زمینه و خالق آسمان ها و زمینه با مخلوقاتش که نوکر الله متعالن و بنده الله متعالن و مخلوق الله متعالن، آیا این دوتا برابرن؟ دوتا انسان با هم برابر نبودن. خالق و مخلوق چطور با هم برابرن؟ الحمدلله، پاک و منزه هست. تمام حمد و ستایش از آن الله تعالی است. اما خب چرا این کار رو میکنن اینها؟ پس چرا یک عده میرن غیر الله متعال رو میگن یا فلان مدد یا فلان مدد و صاحب اختیار در آسمان و زمین میدانن؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینها نمیدونن، اکثر اینها علم و آگاهی ندارن. الله متعال در ادامه باز مثال دیگری رو برای ما ذکر میکنه. و ضرب الله مثلا، یک مثال دیگه باز هم برای اینکه این معنا و مفهوم رو بهتر درکش کنیم. و ضرب الله مثلا، الله متعال مثال میزنه باز، رجلینی، دو تا مرد، احدهما ابکم لا یقدر علی شیء، یکی از این دوتا ناشنواست، لاله نمیتونه سخن بگه و نمیتونه بشنوه، لا یقدر علی شیء و نمیتونه هیچ کاری هم انجام بده، و هو کل علی مولاه، و این انسان سربار است بر آقای خودش. یک انسانی که نمیشنوه و نمیتونه حرف بزنه و نمیتونه کاری انجام بده و انقدر ناتوانه که سربار آقای خودش هست. یک نفری هست که خدمتکار اینه و کارهای خودش رو این نمیتونه انجام بده، کارهاش رو کسی دیگه انجام میده. و هو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر، اگر هر طرفی هم این رو بفرسته آقاش، نمیتونه اون شیء مطلوبی رو که ازش خواسته شده بیاره، اون خیری رو که ازش میخواستن نمیتونه برآورده بکنه، تواناییش همینقدر بیشتر نیست، ضعیفه. ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه، ناشنوا و بدون اینکه بتونه سخنی بگه و توانایی داشته باشه کارهای خودش رو انجام بده و سربار برای آقای خودش. اینما یوجهه لا یأتی بخیر، اگر این رو به هر سمتی بفرسته آقای او نمیتونه که براش چیکار بکنه، نمیتونه این شخص بره و برای آقای خودش خدمتی بکنه و خیری داشته باشه. این یک نفر. و در مقابلش هل یستوی، آیا این انسان برابره با اونی که و من یأمر بالعدل، اونی کسی که توانایی کامل داره، سخن میگه، گوش میکنه، میشنوه، در سخن گفتنش هم نه تنها سخن میگه، سخن سنجیده میگه، یأمر بالعدل، امر به کلام مستقیم میکنه، امر به کلام میانه میکنه، از اعتدال خارج نمیشه. این انسانی که میدونه چطور حتی حرف میزنه، حرف زدنش هم یک حرف زدن ترتمیز و مرتبی است. و هو علی صراط مستقیم، هم میدونه که چطور حرف بزنه، هم امر به کار خیر میکنه و عدل میکنه
و هم خودش بر مسیر مستقیم داره به تنهایی حرکت میکنه، نیاز به کسی دیگه هم نداره. آیا این دو نفر با هم برابرن؟ هل یستوون؟ آیا اینها برابرن؟ اینجا هم الله تعالی پاسخ رو ذکر نمیکنه، چون پاسخ مشخصه. هیچ عقل سالمی نمیپذیره که این نمونه ها با هم برابر باشه. هیچ عقل سالمی قبول نمیکنه که یک انسان آزاده با تمام اختیارات، ثروت، قدرت، سلامتی، سخنگویی، شنوایی و بر مسیر راست و استقامت حرکت میکنه و انسان دیگری غلام زرخریدی است، پول نداره، ثروت نداره، اختیار نداره و یا اینکه ناتوانه، نمیتونه بشنوه و نمیتونه که حرف بزنه و نمیتونه کارهای خودش رو انجام بده و سربار مولای خودش هست. این دوتا مثال با هم برابر نیستن. وقتی برابر نیستن، حکایت مخلوقات پیش الله متعال اینطوری. همه مخلوقات به پیش الله متعال مثل این عبد زرخریدن، صاحب اختیار در ثروت، در مال نبود. اینها هم اینطوری هن. کسانی رو که شما به غیر از الله متعال میخوانید، ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، در سوره عنکبوت آیه 17. الله متعال خطاب به این امت و از زبان ابراهیم علیه السلام الله متعال به ما میفرماید که ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، اون کسانی که به غیر الله متعال میطلبید و میخوانید و یا فلان مدد و یا فلان مدد میگید به این نیت که جلب منفعت یا دفع مضرتی از شما داشته باشن، لا یملکون لکم رزقا، مالک هیچ رزقی برای شما نیستن، هیچ چیزی. لا یملکون وقتی که نفی بعدش نکره میاد، رزقا تنوینی که داره تنوین نکره است. یه قاعده در عربی داریم، نکره تحت نفی یفید العموم. وقتی که این دوتا با هم جمع میشن یعنی که به هیچ عنوان هیچ رزقی رو نمیتونن برای شما ضمانت بکنن. فابتغوا عند الله الرزق، نزد الله متعال رزقتون رو بطلبید، و عبدوه و او رو عبادت کنید، و شکروا له و شکرگزار الله متعال باشید، الیه ترجعون که به سوی الله متعال برمیگردید شما بندگان. الله متعال در این دو مثال برای ما بیان کرد که من دون الله هیچ کمکی به شما نمیتونن بکنن، پس مواظب باشید، مشرک نشید. غیر الله متعال رو به الله متعال در صفات شریک نکنید که این مثال شما، که این تشبیه شما، که این صفاتی که شما به غیر الله متعال دادید جز انحراف، جز خارج شدن از مسیر اعتدال و توحید چیز دیگری نیست. پس برگردید به سوی الله متعال و فقط از الله متعال بخواید. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و انشاءالله که الله متعال همه ما و شما رو فهم صحیح دین و درک صحیح توحید و شناخت دقیق شرک نصیب بکنه تا به توحید برسیم و از شرک خودمون رو دور بکنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت ايامي واحلامي الي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي في كتاب الله قلبي صار حي.